بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت تمام شما دوستای نازنینی که همکنون از چینل یوتیوب ایران ما را بیننده هستید. روزگار به کام شما باشه، انشالله که طاعت عبادات شما به قبول درگاه حق باشه. احساس امیر عرفان هستم با یکی از گزارش‌های داخل گنج امام شیشنور در خدمت شما. امروز گنج امام شیشنور رو تصویر بکشیم و با مردم عزیز خود که در اینجا با کسب و کارهای مختلف سر کار دارن با اینا صحبت‌های شیرین و جانانه داشته باشیم و تا آخر ویدیو ما را همراهی کنید. لالا جگر خوبیم؟ خوبین لالا جان، بخیر سلامت. خیلی خوش آمدیم به داخل گنج امام شیشنور. سلامت باشیم. اسم شریف شما؟ اسم ما عبدالاحد از قریه شیدی جامیم، دیگه مالدارم به حساب. بسیار خوبه، بسیار خوبه. لالا جگر برای ما بگیم که قیمت‌های گوسفند که به داخل گنج فروخته میشه و خریده میشه چی قیمتو خریده میشه، چی قیمتو فروخته میشه؟ گوسفند نر که هست جلالا جان، قربان شما بر ما که هست، یعنی از دارن دیگه بستگی به وزن، یعنی به 4,500 به 420 روپیه، به 500 به 520 روپیه خرید و فروش میشه کیلویی. بله. باید خوب جمعی که مثلا یک گوسفند نفر خریدار کنه درسته. بله جمعی هم که هست مثلا دارن دیگه از سنیم از شروع میشه گوسفند برن به تا به 15,000 خرید و فروش میشه. برای فعلا چون که ماه مبارک رمضان، باز عید رمضان میشه و باز بعد عید قربان میشه، فروشات شما از عید شروع میشه یا نه؟ الحمدلله می دو گنج بازار خوبه، فروشات بسیار عالیه، انشالله که به همه گنجا می رقم باشه و به خیر بگذره و الحمدلله راضیم از خداوند متعال بابت کاسبی ما. چند دانه گوسفند خود شما دارین فعلا؟ فعلا اینجا 13 تا دانه گوسفند داره، از جمله 8 تا دانه بز آمریکایی به حساب که آمریکایی معروفه ولی هلمندی های خود ما افغانستانه. 4 تا دانه هم بره امروز به جلو ما. از صبح می 13 تا را آوردیم؟ نه تقریبا 4 تا بخریدیم، 5 تا دانه بز داشتیم، 5 تا دانه بز خریدیم، 2 تا دانه هم بفروختیم برای جان. روزانه یک 7-8 تایی میفروشیم؟ روزانه نه دیگه، ما می گنج امام شیشنور داریم که در هفته 2 روز شنبه و سه شنبه، بعد بقیه گنجا نمیره مثل گنج سلمی، گنج شهر که به اسلام مسلخ میگم ما نرفتیم، ولی همین گنجایی که هستیم روزی یکی 2 تا، بعض وقتا هیچی، بعض وقتا 4 تا، دست خدای دیگه هرچی پروردگار روزی ما حواله کرده باشه اون میرسه. در هر کسب و کاری که ما سیل میکنیم حتما مردم ما ایراد کمک چنه میزنن، به هم چنه میزنن؟ بله که 100% چنه میزنن، تا 20 روپیه، 25 روپیه، 50-100 روپیه که راحت چنه میزنن، بعد تا 1000-2000 که هستم دیگه، بالاخره طبقه به طبقه آدم دارن دیگه. بسیار خوبه. گوشت گوسفند اینجا کیلو چنده؟ گوشت گوسفند از کیلو 370 شروع میشه تا به 450 بستگی داره، بعضیا بزغاله، بعضیا بره، بعضیا میشینه، بعضی هم هست بزینه. اینا هر کدوم قیمت‌های را بالا پایین خود داره. تشکر از شما. چی آمادگی گرفتین امشب برای افطار؟ انشالله که هرچی روزی باشه و خدا بخواد امروز سر سفره ما هست، شما هم اگه بیاین که ما خیلی خوشحال میشه. انشالله که یک جان سپاس، تشکر بزرگوار فدای شما. وقت خود گذاشتین برای ما در خدمت. خدا حافظ شما. خدای شما بخیر باشیم، قربان شما. انشالله که برنامه خوب داشته باشه.
دوستای عزیز، گنج امام ششنور قسمی است که نام خدا بسیار وسیعه و در این گنج انواع و اقسام مختلف کارها صورت میگیره. مثلا یکی اجیبا جانان اینجا نشستن کفش میفروشن، اینجا کشک و رب و نمیفهمم شامپو و کچالو و پیاز و بادنجان رومی، یعنی از هر بابتی که نفر بیایه به می منطقه مسکونی باشه محمدی سبیم با ما همراه باشیم. از هر جایی که از این چهار طرف نفر بیایه اینجا میتونه انواع و اقسام مختلف چیزها رو ببینه و شما هر چیزی که نیاز داشته باشین به این منطقه میبینین که اینجا برای فروش هست برای همین مردم و نیازهای همین مردم از این طریق از این گنج میتونن که رفع بسازن و مردم هر چی که نیازمندی داشته باشن با آمدن به گنج تمام وسایل خوراکی خدمت شما عرض کنم، پوشاکی مثل کفش که قبلا برای شما گفتم اینجا دریافت میشه و دیگه هر کدام مصروف کاروبار خود خواه هستن و هر کدام مصروف مشغول همو کسب و کاری که دارن، هر چیزی که میفروشن برای مردم مصروف همو هستن و اینجا هم شما حبوبات میبینین که از جمله لوبی و نخود و عدس و ماش و این چیزها هست و کلا یک گنجی هست که همون معنای واقعی گنجر اطلاق میکنه. نه هر چیز اینجا پیدا میشه، شما میتونید هر چیز اینجا به چشم سر ببینید. در ادامه تصویرها با ما باشید. قسمی که برای شما پیشتر هم گفتم که انواع و اقسام کسب ها و شغلای مختلف در داخل گنج امام ششنور شما میتونیم که بیننده باشیم و ببینیم. در کنار یک تن از هموطنای عزیز ما هم قرار داریم که اینجا مصروف فروختن گوشت هستن، به یک اصطلاح قصبی گفته میشه. لالا جگر خوبه ان شاء الله؟ خوبم، سلامتم. اسم شریف شما؟ مصطفی لالا. مصطفی جان عزیز، چند وقت میشه اینجا مصروفیم؟ چی و چی میفروشین؟ هرچند ما میبینیم داخل تصویر ولی خوش داریم شما به زبان شیرین خبر ما توضیح بده. اینجا دگه لالا گنج امام ششنور دگه کله پارچه میارن، کله گو میارم، گوشت کله گوسفند گوساله میارم. اینجا مردم آن دیات میایم میخرم لالا از ما. بازار دگه همین رقم لالا. چی رقم فروش کله پارچه؟ فروشات که والا خیلی بازارا سست لالا. بیخی همیتا سست که ای تاون میکنیم به خدا تاون طرح خیلی میدیم همیتا به می رقم همیتا میفروشیم. چند نفر اینجا مصروفیم؟ فعلا که 3 نفره.
4 نفر. منم دیگه پهلوان جان کن همینجا گم میفروشم همین کلا و دیگه برای شما بگم کلا گوسفندم از مانه این کلا گوساله اینا از اینا یعنی اینجا گمیت مصروف همین کاربارم لالا لقمه نونی برای خو پیدا میکنیم. یعنی مجموعاً 3 نفر اینا 4 نفر. 4 نفره. زایاتی که میکنه از چی بیشتر میکنه میشه توضیح بدیم برای ما؟ زایات دیگه همین همه زایات اجلالا همین پیزا کله استخوانایی که هست. بله همین همه زایات لالا اینا. چند وقت میشه اینجا مصروفین؟ اینجا دیگه خیلی وقت لالا 10-15 سال به می گنج ما میریم و میایم همین تکنده گذر هستیم همین رقم. گوشت کله پارچه کیلو چندیه؟ کله پارچه دیگه کله گوسفند میدین کیلو 1.5 لالا گوشت کله گوسفنده. کله گوساله کیلو 160 روپیه بله. بازی کله گوسفند باز اینا پاک کردن یه دونی 2.5 لالا. این رقمه بله. کله به 2.5 بازارا خراب لالا یک وقت همینا دونی 3.5 400 بود لالا. خیلی بازارا دو ماهش همین تا افتاده خراب شده به همین رقم. همین که خدا بزرگه بلکه صبح همینا رو قرارداد داریم به 500 لالا باور کنیم. اینجا میاریم روز 2000 3000 بام تا اون میفروشیم. دیگه تا وقت قرارداد ما پره شده دیگه مجبوریم دیگه همین کارو پیش ببریم. خداوند مهربان ان شاء الله برای کاروبار شما دعا میکنیم که رونق پیدا بکنه و همین چیزی که مهم برای شما باشه ان شاء الله. کاروبار شما رو هم رونق بده. خدا اختیار خوشحال باشین. باشین سلامت باشین. ما روزه دیگه وقت چای چلیم امنیه که شما قربان شما یک جان سپاس. همین که وقت خور گذاشتین برای ما صحبت کردیم مهربانی کردیم یک جان خیر بینیم. خدا حافظ شما. یار خوشحال باشین. خیر بینیم. شما بخیر باشید. قربان شما. سلامت باشید.